تست عملکردی دستگاه رطب شیکر امتاکو. نمونه ای که الان میخوایم ازش تست بگیریم نمونه سنگ مسه که وسیله آسیای رینگی پود شده. پست آسیای رینگیمون اگه ندیدی حتما یه سر بزن ببین. این نمونه رو میخوایم به وسیله دستگاه رطب شیکر دونه بندیش رو انجام بدیم. علکایی که من اینجا قرار دادم مشای 6 18 45 100 150 200 و 270. این دستگاه قابلیت کار با 8 تا علک رو به صورت همزمان داره. من الان علک‌ها رو کامل قرار دادم. این صفحه زیرین رو آوردم پایین که 8 تا علک روش جا بشه. پیچ تنظیم داره. به وسیله این پیچ تنظیم ها میتونیم ارتفاعش رو تغییر بدیم که اگر تعداد کمتری علک خواستیم بذاریم به اون صورت با دستگاه کار کنیم. نمونه رو از بالا داخل علک ها قرار میدیم. این درپوش بالاییش رو برمیداریم. این حدوداً 1 کیلو نمونه بوده. دقیق تر بخوام بگم 900 گرم. مطمئن شدیم درپوش تو جاش قرار گرفته. این ضربه زنش رو میذاریم رو. خب تایم دستگاه که تموم میشه دستگاه خودش استاپ میکنه با توجه به تایمری که داره. حالا بریم ببینیم چه دونه بندی انجام بده. علک مش 6 335 میلیمتر. علک مش 18 1 میلیمتر. روی علک مش 45 355 میکرون. علک مش 100 150 میکرون. علک مش 150 106 میکرون. علک مش 200 75 میکرون. علک مش 270 53 میکرون. و این هم پن ما زیر 53 میکرون. برای اطلاع از قیمت و مشخصات فنی کافیه کلمه 100 رو برامون کامنت کنید.